بکشید. السلام علیکم برادران قندم، جوانای محترم، نواسکو، حواسکوی قند ببوش، زنده و سربلند باشین. خب جامعه سید الایام با تمام مردم سربلندی تاجیکستانی عزیز و مردم غریب، مهاجر، مسافر مبارکباد میکنم. علل خصوص با اون مردم غریبی که در پراسپکت میر، در بازار لوبلین و صدوات، در یوژنی وروتا، در فوتی سیتی، در سنت پتربورگ، در قهوه‌خانه برادر اسماعیل تاجیک. خب باباجان 88، بابای لنگری، تاش تاکسی. خب تاش تاکسی. خب برادر ناویک ام3 نوروز، گپ بسیار اویدی نوروز. سلام خود را به شما میرسونم و شما را به این روز سعید تبریک و مبارکباد میکنم. دیروز ما نوار کردم، حاضر مرا زنگ زدن، ای دنگره زنگ زدن، گفتن که بابا ویدیو ویزیت خاطر بابا کی نوار میکنی، کی نوار. من گفتم دین نوار کردم، میگه که هر روز نوار کنم. ما در مغازین شتگیم شهر مردای وطن، ای دنگره ما با بسیار دعا دادم، چقدر مهر و محبت دارن نسبت باباها، نسبت کلانها. بسیار یک مهر و محبت که وقتی که شما باباها را عزت و حرمت میکنیم، همون خمیم که خدای مهربان شما را عزت و حرمت کرد. وقتی که شما را بابا را گپی قبیح میگین پشت اکران خدا میگم. گرچه که مادرها ما رو بسیار تماشا میکنن، میگن که دعا بد نکن، پس تو مرا کامنتاری قبیح گپ میزنی، کامنتاری قبیح مینویسی. من خب نیستم که شما قرار نشدین. من اکا اجازو جوابشا پشت اکران میگردانم. برادران قندم چی سخنهایی میکنم، من از شوق دل سخن میکنم، از مهر و محبت وطن و وطن دوستی، از مهر و محبت بابا نسبت به فرزند، به نویره، به عبیره، به نواسه. من بسیار نوارها میکنم. من خواهش کردم که نوار کن. بعضی نامحترم میگن که بابا تو هر روز نوار میکنی، تو تماشا نکن نوار بابا تو بگی لیسوات که برو تماشا نکن. اون مرد گفته که نوار تماشا کرد، با میگه با نوار پرتو. من راه دمیرم نوار میکنم. فهمیدی برادران قندم؟ این نوار کمتر بعد نوار دیننگی شبیه دیننگی مرا گفتن که اویدی همین خور، اویدی همین خور تو مثل نوار کن ما را بفهمون. اویدی مثل تنه خور کردی، من خیلی خور کردم با یک بار دیگه با قضیه کیسه. خب نوارم کمتر در اوسا شو. خب من خوری وطن راستروبش میگن در اینترنت بدرین. این خوره در خب در ابو علی ابن سینا، یکی از فرزانه ملتی خلق تاجیک، در کتابهاش در انسیکلوپدیاش وای کردگی انا تعریف کردگی اویدی خور گفتگی ای، اویدی خور گفتگی، اوید شفا بخشی خور گفتگی ای. من ای خور کامنتر بعد منویسین کو ای بیا نگم خوری وطن. تلفون روز بکن کامپیرک سیومکا کیسه خودن خوری وطن. خب اویدی کلاگردی خوری وطن، اویدی کلاگردی، اویدی گالوفکا، یعنی اویدی گالوفکا خوری وطن. چی گفتنی هستم؟ این خامایولی، شما فکر میکنید که اویدی خور. من ناو همین روز که ویدیو کردم، ویدیو کردم اویدی خوری وطن برادران. اویدی گالوفکا یعنی چیش میگن همین جوی گلوش، کوسیکش میگن، گالوفکاش میگن، کلاگردیش میگن. اینمی شما نگاه کنید ایرو تو دون خودم پارسال میره ذخیره کرده بودم. این پارسالای لیال اینچه دارم دید. این پارسالای من نگاه کن دروش دارم چیکار گفتی چی سمشکو دارم من خیلی. این خداوند هم خیلی ساخته که همین خیلی وایش کرده که همین خورا این یاد چیزی ما میگیریم. این همین یا پشمک ایکونه پشمک شده. همین پشمک کونشده وای داره، سمشکه داره. همین را شمال نخیل میبره. نگاه کن شمال میبره دیگه جدا میشنونش. شمال میبره نه، شمال میبره دیگه جدا میشنونش. خب انا که برادرو همین خورا حاضر ما شما دا
یعنی دونش هم حاضر شما دا نشون میتم دونش ها من دونه خور راستاروف شم میگن راستاروف شم تیپ هم میگه در وای بدروین تلفن روز بخواب در چی بدروین در یوتیوب بدروین ببین انمی دونه خوراک سمشکه خور بگیرم بده تسر یه موی قرار رفت رئیس کجگی رفت شما گوش کن انا میره دیدست توفته زای انا می سمشکه همی در کسلی جیگر کسل یه برادر ما همی قش گفتم اوس شب کویم بیایم خطونه که نیم خوری وطن اوس شب کویم بیایم اینا میره کو اینا می سمشکه خور دیدی نه خورم گلوفکه خورم کلاگردی هم پوری نشه یا لینشه ذخیره کردیم ما خودی نیستولا که باز چون کردم اینا نگاه که همیرا دیدین اینم خورا دیدین اینا دیدین نه اینا گوش کن نه مصفدی 62 ساله خوراب سیمشکای خوراب اسیو باید ارد کنه تلفن روز بخواب اردش کردم برادران قندم یک کس نمیشناسین نمیدونین پشت اکران بیان صحبت کنیم فقط حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچت قطعی یکی از فرزانای ملت ابو علی ابن سینا بدروین درباره همین خوار گفتگی های بابو بسواد کلان سالی ندارد اعتباره کلان عقلی بود مقبولی باره یافتن جوان میره کن نه خب من 62 سال در اینجا زندگی کنم قد شما گپ نتونم بیا چطور نگم کامپیوتر خوب نیستن که پشت اکران گپای شیره و شربت دار میگم اوید خور فهمیده خورا بتاش هم میخری خورا همو سمشکاش هم میخری فایده داره او شب کویم بریم مسئله دیگر مسئله پاولونیا من پاولونیا گفتم که بابا پاولونیا چیه خودش برادر قندم پاولونیا یکی از درختایی که هست که الومینیوی دره میگن ایرا یکی از درختایی هست که دویم سیم سال شد آمده خودمونده همین درخت پارسال همین قبود این سال با سرز کردگی من نشونته اینه سرز کردگیم اینه قدر دیامتر داشت بریدمش ای بخش با برامد همین سال اگر ما دارو پارو شاید اگر تکنیکیش رعایت کنیم کو تو 7-8 متر میشه همین سال با همین قاقاس میشه تکنیک سرز برای چیه تکنیک سرز برای اون است که تیزی غاوسی بعد کلونی بعد میشه ریشش ملایم ریشش کمه وقتی شمال ده چپه میشه خیلی دیگه با کارو هم داره کجلا و پجلا میبره استو میبره برای همین تکنیک که سرز میکنی را ریشش بقواد میشه بعد ایجا اینم چند کوخ اینم بهوریا اینم خبود اینم بهوریا قشید کلون شید کلون میشه همیسو اینم خب میشه سال یکم اینم میشه همین 7 متر 8 متر میشه اگر بوشنونی حوض بوشنون طرز شونشون میتونم برادران قندم من ایجاد با یک چیز اهمیت اینه که من اینجا بچه چاکو داره اینه بچه چاکوش باید بوش کنیم هر اینو نمونیم اینه باید بوش کنیم پنجه نزنه همین بره و 10 متر 12 متر شوه بعد پنجه بزنه ستولی کلون شوه باید نوزیکی دیگه شوه که باید اینجا با بچه چه میره اینا نشونته ما یا برشکسته بودن نه با بچه چه میره بچه چاکوشو میکنی نه بچه چاکوشو میکنی یک تاشه میمونی فقط یک چه میمونی همین کلون میشه برادران قندم یک چیز دیگر گفتنی هستم که رحمتی بوی کلونیم میگفت که یک درخت بی ثمر به از فرزندی صالح میگفت اگر خطا نکنم تلفن راست بخواد خب این کامپیوتر کمون میدونم کامپیوتر کم بلاگر شدن یا چیش داریم خوش دختگی خوشرو بخوام خوشرو سیام که کوخی محمد اون سیام که زد رحمتی بوی کلونیم میگفت ممکن گپ هزار معنی دارد
یعنی که همین یک درختی که ما میشنونیم یک درخت که ما میشنونیم به ثمر میگن اینا ما به ثمر سونو میکنم برای که گلش تا 2 ماه گل میکنه اصلی بهترین زنبور میگیره یک هکتارش قریب 700 800 کیلو اصل میگیره میره 5 مینوت چی 10 مینوت چی باشه کمپیرک شورا داره که 10 مینوت چی خیلی کالتاش میگیریم انا اصل میتیا در همه خانه باید 1 تا 2 تا در درونی همون خانه اگر 3 سطح زمین داشته باشه 1 تا 2 تا بشنو برای چی کربن میکشه اکسیژن سر میته اکسیژن میتیا فهمیدی یعنی که هوای غژ میگیره هوای ورزوب میتیا دست هوای ورزوب اون مهمونا رو مهموندار کسان کو هوای ورزوب میتیا هوای خودی که کوههای خواجه مومین خواجه مستان میتیا هوای کوههای بدخشان میتیا فهمیدی هوای زرافشان میتیا برادران قندم به نهایت این کاندیشنر تمامی خانه دا باید باشه همین چورماق شنونده ها چورماق یا چنورا و کیسلرود میگیره کربن سر میتیا این جانان درخته بشنو نه 7 سال 8 سال دا میبریش میبری یک کوب تخته زیاد در میبل سوز کنی یکی این در خونه تا اپالکا کنی و مثال چردک روز کنی و این صندوق و این به حساب کشتی سازی دا استفاده میبرم در اوکراین برادر به حد بسیار بود خیتای هزارها گکتر میکنه شما برای 10 تا 15 تا بشنونی خونه تون دا درختی به ثمر خیلی ممکن نه که من میگم ای همون جوانایی که کامنتری بد مینویسن بدبینی میکنن یک برای پیشروی یک از مونگی میکنن حقارت میکنن کو همین درخت ایت دا بالا ایت دا به بالا که این درخت خدمت میکنه با انسان با آدم خدمت میکنه کربن میگیره کیسلرود میتیا با 7 سال 8 سال با تخته میتیا محمد اشاره کسی که بسیار بد گپ زدی برادر طرز شنوندنش همین درخت حاضر از ازبکستان بیارن شما رو گفتیم که اوخی خود مانده هست اوی دری خانه تیره دستیاری دری خانه به راست بگید تلفونه این خیلی بگی انا بیاین ای خود ما خریداری کنین ارزان دسترس با نیازمندا با یگام مثلا تقسیم میکنیم میتیم ان شاء الله با امر خدا طرز شنونده نداریم حاضر یک کچکا میگیری میشون شما یک 20 سانتی متر یک 40 سانتی متری ده یک تا بشنو خیلی بشنو بره کالون میشه ای 3 متر ده یک میمونی 3 متر ده یک موبایلش میکنی بم میبری دیگه جدا میشه ایش یک سرز میکنی و میشه اونجا ما شنوندم اولی شنوندگی اونجا ده خیلی اونجا بعد بود نشون میتین طرز شنوندنش اینا طرز یگان مشکلی نداره من نگاه کن نه که من مثال یک کاتشکا باشه مثال من مثال شنو گفته اسم شما را مثال اینم خیلی میگیری اینم خیلی میگیری انا بیاگومسا میگیری اینا میریزی بیاگومسا ریختی aldarash میکنی خب اینم استکانچکا اینا میگیری اجاش اینا دید ریشه چاکوش میگیری اینم جدا اینا بسم الله الرحمن الرحیم میمونی اینا تمام او امونوش برادران خاندم ما فقط رولیکای میکنیم که 10 مینوت رولیک باشه اقلا 1 مینوتش با فایده جامعه باشه ما خرساندم 9 مینوتش هم مصر دپارتو وقتی تیلوشوی میرفتیم بدون چقدر ما میشوشتیم با اینم خط کیلو میگرفتیم همین گپای بابا تکو مصر دپارتو یک جایی که با فایده خلق وطن و ملت برای جوانای همراه شما استفاده برین برادران قندم زنده و سربلند باشین بیا که دوست باشین برادر باشین آخه یگام درخته کم بشنونین هم فقط میستین کامنتر رو بزی بنویسین کامنتر بزی والله قسم گفتی اون مردکو کی یا ویدیو کردم نمیپرتم ویدیو را اومدم گشته و برگشت تماشا کردم گفتم بیا که بیا ای خردوال لخشیدن کلمو بخشیدن بیا هر چی میگن گپای قبیح گپ نزنین که مجبور میشم ویدیو را میپرتم با ما حاضر جامعه اومدم
مجبور میشم ویدیو رو میپرتم بعد خفه میشه. حرمتی همون مادری که مرا تماشا کردن حرمتی همون نپرتفتم. زنده و سربلند باشین. با شما بود حاجی محمد. بوجی خشوخه میگی تو چه بلوگر